جریان مقاومت و جبهه مقاومت یعنی یک حقیقتی در عصر معاصر ما به نام اسلام سر بلند کرده و در 100 سال و 50 سال گذشته نبوده و این حرکت عظیم و بزرگ به وجود اومده که گلوی نظام سلطه رو محکم گرفته و برای آزادی و عدالت اقدام کرده و دشمن با تمام توان و تمام امکانات میخواد اینو به عقب برونه و وعده خداست اگر ما ثابت قدم و به یاد خدا باشیم یقینا رستگار و پیروزی قطعی خواهد شد. هم اطاعت خدا رو بکنیم و هم اطاعت رسول خدا رو بکنیم و از نزاع و کشمکش‌ها دوری بکنیم و صبر و استقامت رو در نبرد خودمون و در جبهه خودمون داشته باشیم یقینا پیروزی از آن جبهه مقاومت خواهد بود. منطق جبهه مقاومت اصیل و درسته، هم در مقام نظری و هم در مقام عملی و در این نبرد سختی ها، مشکلات و قربانی هم خواهیم داشت، ولی خداوند حق رو وعده داده که حق تثبیت شده است و باطل نابود شدنی و حتی اگر دشمن نسبت به این پیروزی ما باور نداشته باشه و ما باور داریم که وعده خدا قطعی است و پیروزی از آن جبهه مقاومت و مؤمنینی که در اطاعت خدا و رسول اون هستند یقینا پیروزی از آن ماست و ما باید برای حمایت از جبهه مقاومت هم تعریف هم ترویج بکنیم و کنار ولی امر مسلمین قرار بگیریم و اطاعت محض داشته باشیم که یقینا وعده خدا قطعی و پیروزی از آن مؤمنین و جبهه مقاومت خواهد بود. یا علی مدد، فدای همه شما.